قسمت دومی بس استفاده از مسجد در عصر فعلی و در نسل اول اسلام که همان صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودن چگونه بودن. اگر بیاییم مقایسه کنیم امروز از مساجد تنها برای عبادت خدا استفاده میشه، آیا در عصر صحابه در زمان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هم همینطوری بوده یا قضیه فرق میکرده؟ نه، قضیه فرق میکرده. در عصر فعلی به دلیل موجودیت نظم سرمایه‌داری در دنیا به رهبری امریکا در بین مسلمانان چنین تلقین میکنه که مساجد جای عبادته، جای دعا کردنه، جای قرآن خواندنه. این رقم تلقین میشه در بین امت مسلمه، در حالی که مساجد اگر ما سیر تاریخی مساجد از اولین مسجد که شخص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بنای رو به دست خود گذاشت ببینیم که چگونه استفاده شده و حال چگونه استفاده میشه، قضیه کمی معکوس میشه. نظم کپیتالیسم یا نظم سرمایه‌داری در دنیا خواهانی تطبیق اسلام همه جانبه و تمام قسمت‌های زندگی باورمند نیه. این قسمت دعا داره نظم سرمایه‌داری در دنیا به رهبری امریکا که دین اسلام یک دین کاهنیه، یک دین عبادت که تنها عبادت کنیم، دین مسجده. تمام اسلام و تمام خوبی‌هایی که دین مبین اسلام داشته به مسجد خلاصه کرده، در حالی که به صدر اسلام در زمان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسجد مکان تسلیم گیری برای فتوحات اسلامی بود. مسجد مکانی بود که هر سفیری از سفرای دولت کفر وقتی که می آمد خلیفه مسلمان ها رو جستجو می کرد، امیرالمومنین حضرت عمر کجایه، حضرت علی کجایه، حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عثمان ذوالنورین کجایه، سراغ خلیفه و امیر مسلمان ها وقتی که می گرفت می گفتن برو در مسجد خوابیده، در صحن مسجد خوابیده. و هر زمانی که امیر دولتی اسلامی و دولت مسلمان ها و هر یک از خلفای راشدین اگر نامه ای نوشته می کردن که اسلم تسلیم، از کجا نشد می گرفت؟ از مسجد نشد می گرفت. تنها برای عبادت نبود، تنها برای ذکر و استغفار و دعا مسجد نبود، بلکه مرکز تسلیم گیری برای فتوحات اسلامی، مرکز حل مشکلات اقتصادی، مرکز حل مشکلات سیاسی همین مسجد. اما به دلیل که نظم دنیا فلان به دست دارن و هر کاری که دلشو میخواست انجام دادن، این گپ فضا کردن در بین مسلمان ها که مسجد تنها برای عبادت. و انشاءالله که این آرمانه، این مردمی که چنین توقع دارن که مسجد تنها عبادات، شما اسلام بعد به تمام عبادت زندگی تطبیق نکنین، اسلام دین 1400 سال پیشه، این اعلانای این حالتیه که غرب فضا میکنه به بین مسلمان ها و این آرمان انشاءالله به گور میبره. و زمان خواهد شد که مثل که گلین اشغال اون اشغالگرانی که از زمین و از هوا و از دریا وارد افغانستان شدن گلیمشان از اینجا برچیده شد، انشاء الله تعالی به نصرت الله سبحانه و تعالی روز خواهد شد که گلیم اشغال از سرزمین پاکستان، از سرزمین تاجیکستان، از سرزمین ایران و 57 کشور مسلمان نشین برچیده خواهد شد، مثل که از افغانستان برچیده شد. و به این گپ شک نیست، چون وعده ای الله سبحانه و تعالی. پس بنابراین ما به این روان باید نباشیم که مساجد تنها برای عبادات نیست، بلکه اگر اساسا ما مراجعه کنیم مساجد مکان است که سیاست میشه مسلمان ها از اونجا، یعنی رعایت امور میشه مسلمان ها. و انشاءالله که این برادری که سهم گرفته در بنای این مسجد و برادری که پول ارتباطی بودن، از این خیر و از این خوبی که و از این صدقه که کردن انشاءالله که بنصیب نشوند، الله سبحانه و تعالی در روز حشر اینها را سربلند و سرافراز داشته باشد. از حضورمندی همه بزرگان یک دنیا سپاس. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.